10 شب 10 تا از بهترین آثار دنیا قسمت 5. این نقاشی درباره آزادیه. آزادی اینجا صدا نداره، بدن داره. این زن ملکه نیست، قهرمان اسطوره‌ای هم نیست، اما وسط هرج و مرجه و ایستاده. بدنش پوشیده نیست، نه برای اغوا، برای صداقت، چون چیزی برای پنهان کردن نداره. با این نقاشی نقاش میخواسته به ما بگه که انقلاب تمیز نیست و آزادی هم بدون کثیف شدن به دست نمیاد. دور و برش مردمن، فقیر و ثروتمند، اما اون جلوتره، نه چون قوی تره، چون جلوتر فکر میکنه. آزادی اینجا تمیز نیست، خسته است، ولی متوقف نمیشه. اگه آزادی شبیه انسان باشه، شاید دقیقاً همین شکلیه.